امام قرطبی صاحب کتاب تفسیر بزرگ الجامع لاحکام القرآن میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده هر کسی شب در بیابان اتراق کرد، استراحت کرد، تو بیابانی، تو سفری، این دعا رو خوند، از گزند و نیش همه حشرات و خزندگان مسونه، محاله که نیش بخوره. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. چند نفر از این بزرگان میفهمیدن این؟ بچه هایی که مهد قرآن میان میدونن، بچه های 7 ساله 8 ساله‌ای که مهد قرآن میان میدونن اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. پناه میبرم به کلمات کامل و تام خداوند از شر هر مخلوقی که شر دارد. بعضی همون مخلوق، بعضی موقع همون مخلوقی که فکر میکنی شریره، بعضی موقع شر ندارد. بعضی موقع شرور میشه. میگه که من تجربه کردم طول عمرم هر جایی استراحت میکردم تو بیابانی همراه قافله اینو میخوندم تا اینکه شبی از شبها خوابیدم، احساس کردم که یک گزنده منو نیش زد. پریدم از خواب، دیدم که بله. یادم آمد که اون شب خیلی خسته بودی، فراموش کردم که اون دعا را بخوانم. اما یه نفر جس نگیره، نگاه بکنی هرچی عقرب و مار ها بیاری دوره برمه بریزی، هرچی عقرب و مور و مار هست بیارید من وسطشون میخوابم. حالا نگاه کنید اگه منو نیش زد میزنه. این برای انسانهای متواضع است که خودشونو به خدا میسپارن. تو وقتی میخوابی خروپف میکنی، این دماغت بازه، این دهانت هم بازه، گوشت هم بازه. اگر یکی آمد رفت داخل، شکر خدا بکن که تو بینیت یه مقداری مو هست، تو گوشت هم یه مقداری گریس هست. اگر مورچه‌ای میخواد بره داخل، ولی راه بازه. خودمونو بسپاریم به خداوند. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق.